راستی. الله میگه بنده هم به سمت من بیا، در آغوش رحمت من بیا. اگر هر کی نارامت کرد من آرامت میکنم. حتی اگر شبها به الله تماس بگیری، ساعت 2 شب، ساعت 1 شب، ساعت 12 شب به پدر و مادر تماس بکش، اون از خواب بیدار میشود، گوشی رو بلند میکنه، می پسرم وقت تماس گرفتن همین وقت بود؟ خواب بودم، مرا ترساندی، چی شده؟ بعد از دقایق خیلی مختصر گوشیت را قطع میکنه. اما وقت بنده به الله شب تماس میگیرد، تا صبح بگو قطع نمی کند، تا صبح بگو میان سخنت نمی پرد. هر چی میگویی بگو، شکایت داری به اون بگو، نجوا میکنی به اون بگو، محبت میکنی به اون بگو، دردهای خود را به اون بگو، چون درمان دهنده به طبیب کل این عالم است. هر دردی که تو داری الله رب العزت و الجلال میتواند تداویش بکند. ولی امروز ما الله را ترک کردیم. وقتی مریض میشیم به در این و آن، من نمیگم شما نروین پیش دکتر، اما چرا در آخر خط الله را قرار دادیم؟ وقتی مشکل پیدا میکنیم اول میریم پیش والی صاحب، پیش شاروار صاحب، پیش قماندان صاحب، پیش مفتی صاحب، پیش دکتر صاحب، پیش این و پیش آن. از همه جا که مایوس شدیم آخر خط یا الله یک رحمت به ما بکن. خیلی بی‌وفا نیستیم؟